ده چارچوبای سردان سروک وزیر عراق علی زیدی بو امریکا ده سروک ترامپ لگل لکوشکا سپی لگل وی برسوا پرسن روزنامه‌وانان داو هر دو سرکردیان بحثا خردکردنا تکلین آبوری برفره کردنا هفکاری انرژی و پیشخستنا هفپاری استراتژیکا دم درج دناورا امریکا و عراق دا کر ده برسوا پرسکی دا درباره ماینا هیزن امریکا عراق سروک ترامپ وها برسوا دا. They have done a fantastic job over the last very short period of time, but they have a great leader, the new prime minister. He's a great leader. I think he's going to be there for a long period of time, and it's great to have you at the White House. Thank you very much. Thank you. Thank you. And he's a young man. He's young and he's handsome, which I don't like. I'm not happy about it. بله بفراو او کلیپا کلی دایی بشخواه یک دم بوم آماده کرده بود درباره پسندان سروک امریکای دونالد ترامپ بو سروک وزیر عراق علی زیدا بو دیک دم داجی ترامپ بحثا وکشینا شاندنا هیزن امریکا جه عراقی کر کامل وجی تماشا کن بهبره از بانا کم هوجداریا مهابا کولشکر ایدیلوی داره بمینن. ما دست به چالاکیک مازن کریه. گلک کمپانیای مین مازن ده هفکاری به عراق راکن و ده روش باش بید. ده کلین ما ده باش بنو هوجداری مانا لشکران نابید. بله جبو ام ببیجن آگاهی بهتر دوید درباره ده هفکارا ما سمیرا بالایی لوی داره بو سمیرا تبخیر هاتیت کوی کنفرانس روزنامه‌وانی بوی هناك جمرة بحثا كشو هوا وي كونفرانسي بكمل فرلي قدرت كرلي وها ديار بكو كشو هوا كه خوش ترامب هردم خوش دكه راز بيجي باور بك كشو هوا واشنطن دي سي چند گرم بو اوقاس پیشوازی سروک ترامپی بو سروک وزیر عراق علی زیدی گلک گرم بو خل بردرگهی دماوی پیشوازیاوی کری بخیرات ناوی کری پس ناوی کر برانبری روزنامه‌وانان و پشترا امچوینا لجورا جویناوان پشی جویناوان خلاص بوی ام چوینا هندر بسیار جهات نکرن سروک امریکا ترامپی گلک پشتگیریا خوش بو سروک زیدی نشان دا و گوت او سروک بهزه او نتنج بو عراق بلکو کسایتیه که گلک بهز لروش هلاتا ناوین و یرو لک مزم بلیزه گلک هرگلی سروی بابتی ندانه لیدیسان جی گوت کو او پیمان گلک بخورد گلک باشین آبوری به عراق را داینه پرستک جهات کرن گوت امریکا و پاراسنا عراق بکه گوت بله امریکا و بلز و بز اگر پی تی وی عراقی به پاراستنا امریکا هبه اموی بپارزین ام عراق بپارزین ای هرمی کردستان چی سمیرا هیچ باسی هرمی کردستان کرا بله کنفرانس باس هات اکرن و سروک وزیر عراق بورند برسفه هناك پرستا بحثا بله هندا پرسی هات نکرن که او چاوا و بکارن کو پیوندی برا بغداد و هوليري وهرم كردستان وخرد بكن جبو چاره سركنا او پرسگیری کن دنا براوان دا پرسن موچه پرسن هناردنا غازه و پترول سروک وزیر عراق گود جبوی عراق یک گیانه یک پارچه کردستان جی او سردری چاوا لگل همو پارچندن بکه او دگل کردستان بکه دیسان سروک وزیر تشتكي جالك سير بوكو إيرو سروك ترامب يقول بتجارة وانا كريه أو قاس حس كريه كوبردان بأغذ دجال سروك وزير العراق ودعوت كربو خواناني فرويجي وبشترا سروك وزير العراق بوزير دربة العراق دكتور فؤاد حسين بوزير بترول بوزير دارایی بهفرا چون پنتاگونش بوزارة جنگ أمريكا دوان روزه بهن دانجی وان گلک جوینن گرین کنه لگل کمپانیای امریکایی و جوانا و جوینک هبل جورا بازرگانی امریکایی و هر وها لهیوستنجی و هل جوینک آبوری یه گلک گرینگ بهتا ساس کرن و دنگ امریکا و که هر جار و بشوپینه وش نزدیک و بشوپینه و آماده به دوان جوینا. گلک باشه سمیرا تشتیدین بالکش یعنی بالکش بوده و دا
سروک ترامپ ج سروک وزیر عراقی را گفت که جوار قاسم سلیمانی کشت که لازم اویا وکو رندیه که به جوار هون چاوا دبیجن دبرسه ویدا سروک وزیر عراقی برسم ندا اوی گوته جی از خوازم بحث پاش روج بکم نکو بحث روج و سالن بوری و گوت اوی دمیدا دما قاسم سلیمانی هتا کشتن او ابو مهدی المهندس او وی چاخی او مجولی بازرگانی بو وی هاش سیاست نبو باشە چەند ڕۆژ دەمێننەوە سەردانەکانیان حتا دیمایکا هەفتیە بمێنن و جوینن وان بەردەوامن گەل بەرپرسێن ئەمریکای ئەس باوەڕمە پلانجی هەنە کو ئەم وان ببینن هەگەر دخواست بێژم هاوادیجی لە ژوورە ڕونشتنێ جویناندا تۆمباراک نێنەر تایبەتی سەرۆک ترامپی ji bo Iraqê و Sûriye balyozê Tirkiye tۆمبارک li wê amade bû herwiha Marco Rubio wezîrê dervê Amerîkayê. Gelek spas û vazaniyê. Spas bû hewa. Gelek spas.